با سلام و درود خدمت دوستان و همراهان عزیزم. بنده ابراهیم هستم. اینجام کانال آموزش ردیاب دازینگ با ابراهیمه و امروزم با یک ویدیو کاربردی خدمتون اومدم که یک آموزش بسیار کاربردی برای دوستان که خیلی ازش سوال کرده بودن ارائه بدم. دوستان این ویدیو عنوانش هست، البته من توضیحات به شما بدم. ببینید در مجموعه قبرستان خیلی سوال از من پرسیدن برای قبوری که چجور سنس کنن. از چالش هایی که در ویدیو پارت قبلی بنده گذاشتم، چالش بعدی اینه که 2 تا قبر همزمان در کنار هم باشن، یعنی فاصله شون 1 متر باشه، 1.5 متر باشه. بنده در اینجا تو این محیط، اینجا هم باستانیه، در اینجا بنده اومدم همین قضیه رو کشیدم رو زمین که انشالله توضیحاتی ارائه بدم که مثمر ثمر باشه. دوستان لایک سابسکرایب یادتون نره، از بنده حمایت کنید، ویدیوها رو لایک کنید، سوالی اگه بود کامنت کنید و چت خصوصی هم اگه داشتید تو اینستاگرامم داخل دایرکت پیام بدید و بنده جوابگو هستم. اگه تمایل دارید بی‌صبرانه بریم دنبال آموزش. خب دوستان میریم سر آموزشون که مبحثش بود 2 تا قبر در کنار هم همراه با هدایای داخل قبر. دوستان دقت بفرمایید، محیط باستانیه و دوست دارم در همچین محیط‌هایی آموزش بدم و میریم سر آموزشمون. ببینید دوستان من محوری ترسیم کردم. این محور من ترسیم کردم شمال به جنوبه. بله منو بگیرید. لاین پایین میشه شمال، لاین بالا میشه جنوب. خب بیاید پایین. اینجا من 2 تا قبر رو ترسیم کردم دوستان با فاصله کم، حالا 1 متر کمتر. ببینید این یه قبره که چارچوب بندی کردم و هدایایی در این ناحیه از قبر در عمق 2.5 متر و همچنین یه قبری هم در اینجا ما داریم، یه قبری هم اینجا داریم که چارچوب بندی کردم، باز خطاشو کشیدم و هدایا در لاین مخالف اون یکی قبره، این در سمت شرقه و محوری که ترسیم کردم 90 درجه هاشه و این که حرکت اول ردیاب و الاخر. خب دوستان من بیا که بریم از پایین بیایم رو بالا. دوستان چالشیه که دوستان در قبرستان باهاش مواجه میشن. این چالش اینه وقتی که 2 تا قبر در کنار هم باشه شار مغناطیسی و 90 درجه ها چجوری ایجاد میشه. این خیلی مهمه که بدونید. این چالشی که امروز داریم آموزش میدیم و شما دوستان طبق همین آموزش میتونید سنس کنید. جواب خیلی از دوستانی که از چند وقت پیش کامنت گذاشته بودن که آقا مثلا من در محیط قبرستان 90 درجه های با فاصله زیاد گرفتم، آیا اتاقک وجود داره؟ اینجا جوابتون رو میگیرید دوستان. خب من بلا فاصله میرم سر اصل مطلب. ببینید من کارهای قبلی که آموزش دادم و دیگه الان اینجا انجام نمیدم. جنبه آموزشی باز با حرکت دست ردیاب و ذهن بنده دارم ردیاب هامو تحرک میدم به چپ و راست. دقت بفرمایید اینجا هیچ هدفی نیست، تو راه هم هست، مشهوده و شما متوجه بشید که حرکات ردیاب به چه گونه است وقتی 2 تا قبر در کنار هم با فاصله 1 متری باشه. خب بعد از همه کارها میریم، اولین کاری که انجام میدیم میایم ردیابمون رو با خاک محیط آشنا میکنیم، کالیبره میکنیم یا بالانس میکنیم. وقتی که بالانس کردیم البته قبلش باید دستاتون تو خاک باشه و ردیابتون تو خاک باشه، تکرار مکرراته که تو کلیپ های قبلی هست. میایم بالا و میایم پایین.
در اینجا دوستان دیده میشه ردیاب. خب در اینجا دوستان حرکت میکنیم تو محوری که ترسیم کردیم با سرعت قدم زنان. همونطور که گفتم تو کوچه بازار چجوری قدم میزنید، نه سرعت بیش از حد باشه نه آهسته تر باشه. در اینجا باید با سرعت قدم زنان برای شکار آیتم، زمانی که به پهلو حرکت میکنید در روی آیتم که هدف رو مشخص کنید و یا حفره رو مشخص کنید که اونجا دیگه آرومکیه، ولی اینجا به صورت قدم زنانه، چون ما هنوز نمیدونیم در چپ و راستمون چی هستش و چه فاصله ای داره. بله، بعد از کالیبره حرکت میکنیم. خب دوست من برو ببینید تو این محور، الان محور میفته تو محور، ببینید اینجا اولین تحرک ردیاب من ایجاد شد. دقیق از روبرو ردیابو بگیر. اولین تحرک به سمت چپ من تحرک داد، ردیاب چرخید به سمت چپ من که متوجه قبری شده یا فضای خالی شده. الانم باز دوباره تکرار مکررات اینو من بگم، ببینید اولین بار تو ردیابی قبرستان یا هر جایی که رفتید شما قطیرانی ها رو که بستید بدون خوراک عمل میکنید، چون باید حفره‌ای باشه که یک عرض شود که چیزی در اونجا وجود داشته باشه، حالا یه هدف باستانی. اگه حفره نباشه که نمیشه یهویی مثلا یه هدف بره زیر خاک. ما باید اول حفره بگیریم. حفره رو که گرفتیم هیچ فرقی هم نمیکنه هر دفینه‌ای باشه، چه قبرستان باشه هر دفینه‌ای باشه باید حفره داشته باشه. اول حفره رو ما بگیریم، بعد از اون بیایم آیتم هدف رو با خوراک چک کنیم رو همین محوری که ترسیم کردیم. پس شد اولین تحرک ردیاب که بنده اینجا علامت زدم. من ادامه میدم که این اولین تحرک ردیاب 90 درجه بشه. میرم دوستان دقت کنید، دقیقا روی این خط به من 90 درجه داد. مشهوده تو فیلم دیده میشه. خب ببینید محور و این 90 درجه‌ای که من گرفتم. حالا نمیدونم که هدفی که در دست چپم گرفتم چقدر فاصله با من داره، فقط باید 90 درجه هاشو سنس کنم. بلا فاصله من میرم بالا، از لاین جنوب بیام رو به پایین که اولین تحرک ردیاب و 90 درجه مقابل رو بگیرم. دوست من در اینجا شما از این لاین فیلم برداری بگیر، اینجا فیلم بگیری. خب دوباره من میام کالیبره میکنم، چون خاک محیط شاید 10-15 گام شاید بیشتر من دور شدم از اون ناحیه‌ای که کالیبره کرده بودم. میام اینجا کالیبره میکنم، میام بالا میام پایین حرکت میکنم. در اینجا توی محور میام تا اولین حرکت ردیاب رو بگیرم. ببینید دوستان نکته، اولین تحرک ردیاب زیر این خط که قبلا کشیدم. نکته ببینید وقتی که شما هدفی رو در این ور سنس کردید، اگر تو این مسیر که نزدیکید به هدف لاین مقابل دارید میاد اولین تحرک و 90 درجه دوم رو بگیرید، امکان داره رو به سمت چپ به شما تحرک بده ردیابتون. این که به سمت چپ داره تحرک میده، نه اینکه شما دست راست رو فراموش کنید. این داره میگه یه آیتمی قبرستان دیگه با فاصله 5 متر 10 متر 6 متر 2 متر با هم قبر هستش. بعد اینه که شما ممکنه تو همین محور از اون ور اومدید دست راستتون رو مثلا دست چپتون رو مثلا سنس کردید، از ناحیه مقابل که دارید میرید همزمان تو محورتون دست چپ هم دارید سنس میکنید. اینا رو اندازه گیری میکنید، علامت میزنید. میتونید همونجا علامت این ورم بزنید، میتونید اصلا بیخیالش بشید تا برسید به همون لاینی که مد نظرتونه دارید پاکسازی میکنید. خب اینجا رو دوست من بگیر، من اومدم و اینجا اولین تحرک ردیاب. بیاید یه ذره روبروتر. ردیاب من الان کامل چرخیده، کامل نه ببخشید، تحرک اول ردیابو داده. حالا حرکت میکنم، باز میتونید عقب‌تر وایسید نور خورشید. حرکت میکنم 90 درجه شو بگیرم.
بیاید نزدیکتر. خب اینجا 90 درجه دقیقا روی این خط 90 درجه رو من گرفتم. ببینید دوتا آنتنم 90 درجه است. حالا من با دست میگیرم. خب ما دوتا 90 درجه گرفتیم. اینجا سوال پیش میاد دوستان. اینجا سوال پیش میاد. من اینجا 90 درجه گرفتم، علامت زدم، رفتم از بالا. دوستان منو بگیر. نه منو بگیر. رفتم از بالا اومدم پایین. 90 درجه ای که گرفتم میدونم محیطم قبرستانه. چرا پس اینقدر فاصله داره؟ برید عقب‌تر تا من یه متراژ بزنم. ببینید این 1 متر، این 2 متر، این 3 متر، 3 متر و 20 سانت فاصله داره. این مورد بیشتر میخوره به یک اتاقک. من دوتا 90 درجه گرفتم به یک سمت، امکان داره اتاقک باشه. آخه چرا اینقدر باید زیاد باشه فاصله شون؟ ببینید تو این 90 درجه ها شما دیگه مجاز نیستید اینجا بین دو تا 90 درجه رو ادامه بدید ببینید چه تحرکی میزنه، چون امکان داره تو همین فاصله یه سری مسائل اضافی بیاد که کلا این قضیه رو برای شما کات کنه. بهترین گزینه اینه که اولین تحرک ردیاب 90 درجه، اولین تحرک ردیاب 90 درجه. حالا ما بلافاصله از وسط کار میریم تو دل هدف ببینیم چی سنس کردیم. ببینید از پشت، از ما بین دو تا 90 درجه ما ردیابمون رو بالانس میکنیم، میایم بالا میایم پایین. خب حرکت میکنیم. ببینید محور ما خیلی نزدیکه به اهدافمون، شاید 2.5 متر، این همین هول و هوش فاصلش. ببینید اولین تحرک ردیاب در اینجا به ما ضربه رو داد، به ما ضربه رو داد. میگه شار مغناطیسی هدفتون در مقابل این ضربه است. میریم، میره که باز بشه، چون فاصله و عمق کار نزدیک 2.5 متریه. پس قرار از اولین ضربدری که به ما داده شده شار مغناطیسی، من یه خط بکشم اینجا، شار مغناطیسی رو به ما داده تا هدف 2.5 متره. پس دیگه نمیرسه کامل باز بشه برای شما، یه مسافتی رو برین بعد دوباره بخواد به شما موازی بده. پس بلا فاصله ضربه رو که گرفتید ردیاب تحرکش به این صورته. من حالا 2.5 متر عمقو گفتم که نزدیک باشه. ببینید دقت کنید، میاید اینجا به شما یه موازی میده، یه موازی میده لبه کار. دوست من این قبور رو بگیر دوتاشو یه ذره عقب‌تر. من اینجا موازی رو گرفتم، دقیق مابین اینا رو هم نمیدونم چیه که هنوز اینا رو سنس نکردم که تو زمین کشاورزی برفرض، یه قبرستان تو زمین کشاورزی میخوام درشون بیارم. اینجا به من موازی رو داده، یعنی لبه کار. یه لبه کار چی؟ یه اتاقک که 3.5 متر حدوداً 3.20 سانت عرضشه. ما عرضشو دو تا 90 درجه همون اینقدر بزرگه. حالا ما کجا این قضیه به دام میفته که متوجه میشیم که دو تا قبر در کنار همه، که توضیح خواهم داد. من اینجا کلید موازی رو گرفتم و یه لاین از دو تا قبرام که الان نمیدونم دو تا قبره، به فرض مثال دارم حساب میکنم یه اتاقک جلو رومه و من یه دیواره گرفتم. کجا؟ اینجا. خب میام چیکار میکنم؟ تو قبرستان معمولا چرا من محور رو نزدیک ترسیم کردم؟ چون ممکنه در همین فاصله محور به قبرستان شما باید برش قبرستان رو محور بکشید برید و بیایید. مثلا اینجا یه محور کشیدید، 4 متر اینورتر 5 متر اینورتر یه محور بکشید، دوباره 5 متر رد بشید به عرض کل قبرستان یه محور بکشید، برید و علامت گذاری کنید، دونه دونه قبرها در میاد. خب ما از شمال به جنوبمون محور ترسیم کردیم، یه لبه کار رو گرفتیم، حالا قرار لبه های دیگه کار رو بگیریم. میتونیم دقت بیاد پایین و ابعادگیری کنیم، میتونیم یه دونه دیگه از این محورها رو ما ترسیم کنیم. مثلا چی؟ مثلا این ور من غربه، این ور من شرقه. من یک محور با فاصله همین 2.5 متر که
اینجا گرفتم، یه محور به این صورت ترسیم میکنم ببینم یه ضلع دیگه اون اتاقک رو میتونم سنس کنم یا نه. خب اینم طبیعتا وقتی که ردیابم آماده میکنم، دیده بشه، ردیابم آماده میکنم، میام تو این محور. حالا من این محور رو نکشیدم، دارم الان فرضاً توضیح میدم. مغناطیس رو به ردیاب نشون میدم و میام بالا میام پایین حرکت میکنم و بلا فاصله در اینجا اولین تحرک ردیاب رو به ما میده. همین تحرک ردیاب رو علامت میزنیم، حرکت میکنیم، میایم اینجا به ما یه 90 درجه میده. پس مطمئن میشیم که چارگوشه یه اتاقک رو ما گرفتیم. اینجا هم علامت گذاری میکنیم زیر پامونو و میریم از لاین مخالف. دوست من بیا اینجا وایسا. دوباره میایم ردیابمون رو بالانس میکنیم، میایم بالا میایم پایین، حرکت میکنیم. تو محور که حرکت کردیم اینجا متوجه میشیم که یک حرکت اول ردیاب به ما میده، علامت گذاری میکنیم و میریم تا 90 درجه شو میگیریم. خب دوستان چی میشه؟ 2 تا 90 درجه به ما داده، یکی اونجاست جلو زیر پای دوست من فیلم برداره، یکی هم اینجاست. خب اینجا رو بگیرید. خب من میخوام اینو متراژ بزنم، 1 گام 2 گام یعنی چی؟ دوستان 2 گام شد، این شد 2 گام. دقت کردید؟ اون یکی 2 تا 90 درجه که گرفتیم از اون لاین شد 3 گام و نیم. ابعاد چرا باید اینجوری باشه توی قبرستان؟ بله اگه زیرک باشین از همینجا میفهمید که شما الان پهنای 2 متر میخوره پهنای بلندای یه قبر باشه 2 متر، 1 متر 2 متر، اما 3.5 متر نمیتونه که عرضه قبر باشه که. خب از کجا ما میفهمیم که این 2 تا قبره؟ میایم تو ناحیه فیلترها رو که بنده آموزش دادم همه رو که تیکه تیکه پیش رفتیم، یه جایی میرسیم به ابعادگیری هدف. حالا این ابعادگیری رو من از همین لاینی که ترسیم کردم که شما گیج نشین میام دوباره میام آقا من میخوام ابعادگیری کنم هدفمو، حالا یا تک دسته یا 2 دسته. حالا من ترجیح میدم تک دسته. به این صورت این دسته پایین، مال من دسته راستم، این دسته بالا. فعلا هم تو قوطیرانیمون هیچ خوراکی نذاشتیم، داریم حفره ها رو میگیریم، حرکت میکنیم. ببینید اینجا تحرک تک دسته. دقت کنید دوستان، تحرک تک دسته روی شار مغناطیسی، تصور کنید قرینه ردیاب دیگه میشه که به این صورت ضربدر میشه. دوست من اینجا رو بگیر، ببینید الان تحرک تک دسته، دوستانی که تک دسته کار میکنن اینجا روی خط که قبلا علامت زدیم شار مغناطیسیه، تک دسته اومدی اینجا به این صورت میشه. ببینید الان صاف ردیاب میاد روی اون خط شار مغناطیسی میره که بره ضربدر بشه، اما دومیش نیست. شما همین الان ردیاب منو بگیرید، ببین این یکی دست بیاد بالا به این صورت میشه ضربدر. خب اینو ادامه میدیم، میریم که موازی رو بگیریم. ببینید موازی رو بگیریم، اینجا به ما موازی داد. حالا ما میخوایم ابعادگیری کنیم. دوست من بیا اینجا بگیر. من میخوام ابعادگیری کنم که متوجه بشم این اتاقه که 3.5 متر اینجوری داره، 2 متر اینجوری داره به چه شکلیه. وقتی که حرکت میکنم اگر ما بین 2 تا اتاق 2 تا قبر باشم همینجا برمیگرده میره روی این خط. شما متوجه میشید که این حالا تا اون لحظه آخر شما نمیدونید که این 2 تا قبره، فکر میکنید اتاقه که حالا میگید یا یه راه ورود من گرفتم یا یه همچین چیزی. ببینید همینجا که چرخیدید 90 درجه چیزتون رو موازیتون رو چرخیدید که ابعادگیری کنید، بلا فاصله زمانی که حرکت میکنید آنتنتون میچرخه این دیواره رو نشون میده.
خب من الان روی دیواره میرم. خب قبل از این که بیام آبادگیری کنم 1.3 در 2 متر رو خط کشیدم دیگه، یه خط کشیدم به اسم اتاقک، ولی الان اومده وسط اتاقک دیواره داده. یعنی چی؟ داره میگه یه قبریه، این جداست. میرم جلو تو آبادگیری، دقت کنید اینجا این زاویه رو داد و این ضلع میرم دقیقا اینجا دوباره چرخید به این صورت و میرم جلوتر در اینجا دوباره چرخید، دوباره میرم اینجا دوباره چرخید. یه باکس 1.10 در 2 متر به من داد. پس این یه قبره. پس بقیهش چیه؟ من چرا 3.5 متر 2 تا 90 درجه هم جواب بود گرفته بودم. میام در ناحیه دوم دوباره اینجا که دیگه حس کنجکاویم مثلا میره بالا، خودم هم میدونم اومدم به تیر قبرستان، پس میگم ادامه اینو من آبادگیری کنم. میام از یک لاین همین قبری که الان خطشو کشیدم میام شروع میکنم آبادگیری. یا به این صورت میچرخه این زاویه رو نشون میده، دقت کنید دوستان، همین قبر رو سنس کردم دیگه، این زاویه رو نشون میده که فرق نمیکنه. من ادامه میدم که بقیه‌شو بگیرم به این صورت. اینجا که خواست بچرخه، اینجا که خواست بچرخه دوستان دقت کنید، چون از لاین شرق به غرب من یک محور ترسیم کردم، اومدم حرکت اول رادیا و 90 درجه شو گرفتم، میدونم که این 90 درجه به این راستا دیوار است. اینجا که چرخید دیگه من ادامه نمیدم، اینی که قبلش گرفتم و خطش کشیدم. میام که برم رو به 90 درجه مقابل، رو به جلو. میام اینجا متوجه چی میشم؟ ببینید اینجا متوجه یه دیواره دیگه میشم. حرکت میکنم رو دیواره، بله میچرخه 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 و همینطور یه چارچوب کامل قبر 1 متر و 10 سانت در 2 متر رو به من میده. اینم خط میکشم، میرم در نمای دورتر نگاه میکنم، میبینم بله من 2 تا قبر در کنار هم سنس کردم. 90 درجه هاشونو که وقتی گرفتم، این 90 درجه و این 90 درجه دیواره های بیرونی قبر رو برای من گرفتن، 2 تا قبر رو. وسط که اومدم تو ابعادگیری این موضوع به دام افتاد. تو ابعادگیری بود که 2 تا باکس جدا به ما داد و الا همش تو این تفکر بودیم که یه اتاقک گرفتیم، یه سازه گرفتیم. دوستان ما میخوایم رفتیم کارامون انجام دادیم و خطکشیاشو انجام دادیم، حالا میخوایم قطب مثبت داخلشو هر دو قبر رو چک کنیم، هر دو قبر رو قطب مثبت رو چک کنیم. پس میایم چیکار میکنیم؟ مجددا میریم در قوطیرانی هامون، حالا ما میخوایم خوراک طلا بدیم، نقره بدیم، هرچی میخوایم بدیم، داخل قوطیرانی هامون استفاده میکنیم و به بدنه ردیاب هم استفاده میکنیم برای قطب مثبت. شما میتونید طبق آموزشات گذشته هم از روبرو از روی هدف رد بشید، هم از روبرو از روی هدف رد بشید، هم حرکت پهلو بزنید. دوستان مناسب ترین حرکت پهلوه. در اینجا حرکتیه که شما به پهلو در روی هدف حرکت میکنید و تحرکات ردیابتون رو اندازه گیری میکنید. خب حرکت پهلو من بخوام بزنم، داخل این قبر رو بزنم، هم میتونم یه ذره بیان جلوتر، هم میتونم از روش این حرکت پهلو رو بزنم. زیاد به هم نشون نمیده که ردیابم، چون داخل خلا میرم ردیابم بیشتر تو این تحرکه، تو حالت موازی ضبطر به من نمیده که میاد جمع میشه. برای همین بهترین گزینه اینه که پشت دیواره برم، یعنی مثلا این حرکت رو پشت دیواره انجام بدم که بلافاصله ببینید
غیر از پر یا خالی بودنش، من الان دارم هدف رو توضیح میدم دوستان. ببینید من به پهلو اول میام پشت شار مغناطیسی رادیومو بالانس میکنم، نه داخل این مجموعه. بعد میام به صورت پهلو شروع میکنم ردیابی میکنم. ببینید به محض این که کالیبره کردم، فرض کنید من اینجا کالیبره کردم پشت خط، اینجا کالیبره کنم، میام بالا میام پایین. ببینید رادیوم من به سمت هدف حرکت میکنه. اگه هدفی داشته باشه، اگه هدفی باشه، اگه هدفی نباشه دوستان، که از الان رادیوم من هیچ تحرکی به اون سمت نمیده، ممکنه همین الان بچرخه رو به این ور یه قبر دیگه. اگه هدفی باشه، من پشت شار مغناطیسی ام. یه بار دیگه هم میگم دوستان، من کل این پروسه رو که انجام دادم بدون خوراک، اینا رو انجام دادم و نشون دادم، شما میتونید یه بار دیگه همین رو طبق کلیپ قبلی رو همین خطی که ترسیم کردید با خوراک بیایید و 90 درجه ها رو اندازه گیری کنید، اولین تحرک ردیاب و الی آخر. من اینا رو دیگه توضیح نمیدم چون کلیپ هم میشه 4-5 ساعت اگه بخوام از اول هرچی آموزش دادم و اینجا من بگم. فقط اون نکاتی که حائز اهمیت، وقتی دو تا قبل در کنار هم باشه بهترین گزینه برای هدف زنی چیه؟ غیر از اون که شما دوباره رو محور با خوراک بیاید، این حرکت هم میتونید انجام بدید. اینجوریه دوستان، میام بالا، برفرض رو به سمت هدف میچرخه، من کم کم به پهلو حرکت میکنم، کم کم به پهلو حرکت میکنم. ببینید رادیاب دست چپم داره میره که صاف بشه، یعنی اگر من اینجوری بودم میخواست موازی به من بده دیگه. اینجا این یکی هول میزنه که بهش برسه به اون هدف، ولی این میخواد صاف بشه. ببینید اینجا من وقتی که حرکت میکنم، هرچی به اون هدف نزدیکتر میشم، هرچی به اون هدف نزدیکتر میشم، مثبت رو داریم سنس میکنیم. ما هرچی که داریم نزدیکتر میشیم به هدف، کم کم ببینید آنتن دست چپیم هدف رو حس میکنه، رو به سمت هدف صاف میشه. هنوز آنتن دست راستیم رو به هدف نیست ببخشید، زاویه به روی هدف نداده، فقط داره اونو میبینه. به محض اینکه رسیدیم رو به روش، به این حالت میاد پیکان میده به ما دوستان، به این حالت داره پیکان میده. حالا دوستان دقت بفرمایید، اگر همین پیکان رو ما بریم جلو، میشه چی؟ ضرب در. فکر کنم دیگه کامل متوجه شد. برم عقب، باز میشه، هر چقدر دور بشم باز میشه اصلا، چون در لبه دیواره من اومده بودم. اینجا تحرکات ردیاب روی اون آیتم هدف بیشتر بود. بعد تازه میتونید قلقگیری هم بکنید، چپ و راست برید که این ضربدرتون مرتب باشه. مثلا اینجوری الان دقیقا تو راستای هدفم، برم جلو ضربدر کامل رو به من میده که دقیقا جایی که محل تقاطع دوتا آنتنه به این صورت چسبیده به هم، دوتا آنتن زیر اون میشه هدف. خب ما اینو اینور سنس کردیم، اگه هدفی اونور باشه چی؟ سوال، چرا من اومدم اینور برای این قبر، این قبری که در لاین پایین تر بود، اومدم در حاشیه پایین دستش پشت لبه این کار انجام دادم؟ چون وقتی که شما دوستان قطب مثبت رو میخواید اندازه گیری کنید، در اون زمان نزدیکترین قطب مثبت رو ردیابتون سنس میکنه. درسته ما در اینجا هم یک هدف داریم، درسته ما اینجا هم یک هدف داریم، اما ردیاب با این کار نداره فعلا. این نزدیکترین قطب مثبته، حالا آیتم کوزه است یا هر چیزی، فلز در خاکه. ردیاب ما با این کار داره، فعلا با اون کار نداره. پس ما به تفکیک طبق تجربه اولین کاری که میکنیم، حالا هر قبر رو به اختیار، حالا شما میخواین اول اون رو سنس کنید بعد بیاید اینو،
شما میایید به پهلو اینو اندازه گیری میکنید و میرید جلو. خودتون میفهمید که این حرکتی که به شما داده ضربدرش رو زیر پاتون تو همین قبل داد، نرفت جلو مثلا اینجا ضربدر بده تو این یکی، اصلا کاری به این آیتم نداشت، چون آیتم قوی‌تر و نزدیکتر به ردیاب سنس میشه. خب اینو ما اندازه گیری کردیم و در اینجا ثبتش کردیم. حالا این سنگر رو گذاشتیم روش. اگه خواستید عمق این کار رو بدونید که گفتم در بعد از ردیابی اولیتون که حفره رو گرفتید، خط خطوط رو کشیدید رو همون محور و اولین تحرک ردیاب و 90 درجه ها رو اینا رو با خوراک انجام میدید. اونجا میتونید عمق این کار رو بگیرید و شعار مغناطیسی این کار رو شما میتونید بگیرید که ببینید بله قبرتون اگه تو 2.5 متریه، هدفتون هم تو 2.5 متریه یا تو 3 متریه یا هدف تو 1.5 متر. آیا اینا با هم بالانسن در یک مجموعن یا این بالاتره اون قبر پایین تره یا این زیر قبر است؟ پس با اون حرکت شما میتونید اینو اندازه گیری کنید. خب بلافاصله بعد از اندازه گیری اون و کل جزئیات دوستان ما میایم حرکت پهلو رو در باب این قبر انجام میدیم. حالا وقتی که در باب این قبر من بخوام حرکت پهلو رو برای آیتم هدف، آیتم مثبت انجام بدم، دیگه ردیاب من متوجه آیتم هدف اون یکی قبر نمیشه، چون نزدیکترین آیتم هدف اینه به من. خب همینطور که بهتون گفتم میرم پشت شار مغناطیسی کالیبره میکنم، بالانس میکنم، میام بالا رها میکنم. بله اگه آیتم هدفی در اینجا هست، ردیاب من کم کم مسیر میده به سمت اون محل هدف. ببینید دوستان، به محض این که دست راست من متوجه هدف میشه دیگه صاف میشه رو به هدف، اما دست چپ من هنوز کج به هدف نرسیده. ببینید همچین که اینم رسید میاد یه زاویه بسته به من میدن که میخوان برن با هم همدیگر رو لمس کنن، این دوتا آنتنامون به هم بخورن یا پیکان بدن. خب وقتی که پیکان دارن میدن متوجه میشیم که در اینجای قبر ما آیتم مثبت داریم. اینه که وقتی که بخوایم بریم جلو ضربدره رو دقیقا در همین جا بهمون میدن، اینجا بهمون نمیدن، در اینجا میدن. بله اینجا ضربدر کامله. بخواید ادامه بدیدم میبینید ضربدر میخواد باز بشه. ببینید میام عقب، ضربدر، ادامه بدید ضربدر میخواد باز بشه. خب برمیگردیم و اینجا ببینید هر چقدر از لبه از اون هدف دور بشید، منو بگیرید، از اون هدف دور بشید ردیابتون باز میشه به این صورت. خب حرکت پهلو رو ادامه میدیم. وقتی ادامه میدیم ردیاب دست چپم میچرخه به سمت هدف که اونو نشون بده، ردیاب دست راستم هم انحناش بیشتر میشه که اون میگه هدف مونده جا، حرکت میکنید به این صورت میرید تا به شار مغناطیسی و از اون رد میکنید. دوستان این چالشی بود که خیلی از دوستان اینو درک کردن، اینو قبلا باش دست و پنجه نرم کردن و میدونن که همچین آیتمی هست. حالا من اینو ساده تر، چالش هنوز ساده است، پیچیدهش نکردم. مثلا پیچیده بخواد بشه چه حالتی میشه؟ یه قبر به این صورت افتاده، همینی که الان کشیدم، این یکی قبر به این صورت افتاده، درازای قبر به این صورت افتاده، عکس اون. تصور کنید یه قبر به این صورت افتاده، غربی شرقی افتاده، یکی شمالی جنوبی، فاصله شون هم 0.5 متر با هم. در اینجا هم یه چالش داریم که چجور ما باید متوجه بشیم که این موضوع از چه قراره. شما یه دفعه 4 متر طول
شاید هم بیشتر. آره 4 متر طول شما یه دفعه فاصله 2 تا 90 درجه تون میشه، 4 متر میشه دیواره یه اتاقک. بعد از این ور که میایین همین کارهایی که بنده گفتم انجام میدید، تو ابعادگیری این شکار میشه که بله این یک قبر به این صورت افتاده، این یکی به این صورت افتاده. خب دوستان بیش از این مصدق اوقاتتون نمیشم. یه 2 تا ویدیو پرکاربردم تو این کلیپ میذارم که بعد از پایان کلیپ شما بزنید روش و ببینید که کمتر بازدید شده و دوستانی هم که تازه وارد کانال میشن بهشون خوش آمد میگم و استفاده کنن از کانال، دونه بدونه آیتم ها رو، کلیپ ها رو توجه کنن، یکی یکی نگاه کنن. کلیپ های قبلیمون یه ذره به هم ریخته است، ضعیفه، چون نخواستیم هنوز گزینه ها رو باز کنیم، آموزشات رو کامل بگیم و در اومدیم کلیپ های ورژن جدید که مثلا ساختیم اومدیم اون موضوعات رو حل کردیم، واگو کردیم. یه سری نکات هست که دوستان دارن از قبل دارن نگاه میکنن، ویدیوهای تازه واردها رو میگم، دارن ویدیوهای قبلی رو نگاه میکنن، جوابشون تو ویدیوهای جدید هم هست. شما میتونید کاغذ و قلم دستون باشه، از هر ویدیویی که سوال دارید بنویسید و در ویدیوهای بعدی نگاه کنید. اگه جوابو گرفتید جمعاً مثلا میشه 5 تا سوال، اون 5 تا سوال رو من به دیده منت جواب میدم. دوستان تا ویدیوهای دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. حق نگهدارتون باشه.